سلام دوستای عزیزم، امروز قراره با هم این ماکارونی خوشمزه رو درست کنیم. پس با من همراه باشید. واسه شروع کار پیاز رو خلالی کنید و با مقداری روغن تفت بدید. کمی که پیاز طلایی شد گوشت رو هم اضافه کنید و تفت بدید. زردچوبه، فلفل سیاه، فلفل قرمز، پودر آبیشم و نمک اضافه کنید و به خوبی تفت بدید. فلفل دلمه خرد شده رو هم اضافه کنید و کمی تفت بدید. مواد رو یک طرف تابه جمع کنید، رو به گوجه رو اضافه کنید و تفت بدید تا رنگ رو باز بشه. سپس مواد رو به خوبی با هم مخلوط کنید. نخود فرنگی و قارچ خرد شده و نصف پیمانه آب بریزید و زمان بدید تا با حرارت ملایم مواد ماکارونی به روغن بیفته. به آب در حال جوش، نمک، زردچوبه، روغن و ماکارونی اضافه کنید و حدود 5 تا 7 دقیقه زمان بدید تا آماده آبکشی بشه. با آب سرد آبکشی کنید و مواد رو لابلای ماکارونی بریزید و به مدت 45 دقیقه زمان بدید تا با حرارت ملایم آماده سرو بشه. نوش جان.